عزیزی من تو کجایی بهار میگذرد بهار میگذرد. با شنیدن این سرود کس خود را در زیباترین موسم سال بهار احساس میکند که آن را سفرگل یوسفова هنوز در سالهای 90 قرن گذشته سرویده بود ولی تا به حال هم این سرود شنونده خود را دارد. سرودهای خوبم بسیار داشتم لیکن در فعالیت ایجادی من این سرود جای خود را انتخاب کرد. دل برادر دلی سختی تو وفا نیست چرا. ترغیب لباس ملی را سفرگل توسط سرودهایش جایز میداند اگرچه برایش مانعها ایجاد شود. در دو کنسرت جمع آمد کلان هم از حساب لباس مرا خط زدند. شما لباساتان را عوض کنید و من راضی نشدم. از همه زیباتر است. شاگردان زمان کوچک این سراینده حالا هنرمندی کسبی اند. منیژه دولتова که یکمین بار با من هم صحبت شد خواست که هنرمند شود و من راههای هنرمند شدن رو با اون کس مصلحت دادم. حبیبه دولتova باز فیضگل یوسفova. اول سفرگل یوسفova در برنامه هنر از رازهای ناگفته خود قصه میکند. یک گوشوارم را در گوشم آویزان کردم، گوشوار دیگر فراموش داشت نزد آینه و دوام این شام یکشنبه توسط شبکه دوست داشته شما تلویزیون دوشنبه. شانه هایت را برای گریه کردن دوستان